همیاله. علی از اینجا نجات پیدا کردن نمیتونه. تو بازم به افراد ما بگو که جسدش بپالن. زیاد ترسیدم علی، زیاد ترسیدم. گفتم شاید به هم نرسیم. ترسیدم. نترس سفده، نترس. من پیشت هستم. من زیاد دعا کردم اینو میفهمی. زیاد دعا کردم. تو برام گفته بودی نه وقت دعا کنی باز خداوند کسی را به کمکت روان میکنه. وقت دعا کردم باز تو آمدی. تو دعای قبول شده مستی علی. تو را زیاد دوست دارم سفده. ما هم دوستت دارم علی، دوستت دارم. ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоем. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. مادرت حالا با بیقراری منتظرت است. میایم. علی بگو سفده. این کابوس اویگار خلاص شده همون تو نیست؟ خلاص شد. اویگار واقعا مرد نه؟ بله. خب حالا چی خود شد علی؟ خانمون میشی سفده. ای بار واقعا خانمون میشی.
ما واقعا زیاد معذرت میخوایم. زیاد خجالت کشیدم. فعلا لازم نبود که قسم یک چیز شود. درسته سیف دایم. تو خدا جیگرخون نساز لطفاً. درباره همه فکر نکن. بیبی بسیار چیزای سخت را سپری کردی. زیاد خسته شدی. کم استراحت کن لطفاً. سیفدا جان مادر. خدایا هزار بار شکرت. خدایا شکرت. من فکر کردم که تو را چیزی شده. زیاد ترسیدم دخترم. مادر درست است ببینم این خوب است. دختر یک دانیم. خواهر جذابکیم. یک دانیم. زیاد ما را ترساندی. بیا اینجا. خوب استم. هزار بار شکر در کنارتان استم. علیمم زنده باشه. او مرا نجات داد. خداوند ازت راضی باشه. بسیار زیاد تشکر. حقتان ادا کردن نمیتونیم. بسیار زیاد تشکر. سیفدا جان مادر، زیاد خسته شدی. نمیفهمم که تو را در اونجا چه آزار داده باشن. حالا بیا. علی سیف دایم. برو، مادرت حق با جانم است. زیاد خسته شدی، کم استراحت کن. بعداً باز با هم گپ میزنیم. درست است؟ خانمم میشی سیف دایم. خانمم میشی سیف دایم. ای بار واقعا خانمم میشی. برش گفت خانمم میشی. برشم میشی. مادر جان چرا گریان میکنی؟ مادر جان تو خوب هستی؟ چرا نمیبرایی؟ بچه‌م چند دقیقه بعد مبرایم. خوب هستم. اینه ببین جان مادر، آمدم. بیا جانم. مادر چرا گریان کردی؟ جان مادر ما خوب هستم. گریان نکردیم. گریان کردی؟ من خودم شنیدم. کی تو را جگرخون ساخته؟ پدر جان؟ بچه‌م؟ خاله سیفدار از آدمای بد نجات دادی، اما ترس نی؟ نجات دادم بچه‌م، نجات دادم. پدر شیرم. اما میفهمین مادرم گریان کرد. هر کس که مادر ما گریان داده او رملت که درست است. چی کردین جان؟ جسدش پیدا نکردین؟ میگن که ام قوی دریا بسیار زیاده ساقو کرد. امکان داره که او را در یکان جای دور برده باشه، اما بازم میگن که تا چند روز حتما پیدا میکنن. فهمیدم. یعنی حاله گفتم میتونیم و ایگار مرده. هم بله مرد. هم بالاخره کابوس و ایگار خلاص شد. از دست او نجات پیدا کردیم. ما چطور به گپای او بیشرف باور کردم. حتی به ای باور کردم که پدر من نکشته. فقط تو خود نکردی بچیم، بلکه کل ما سر گپاش باور کردیم. قندم، خدا میفهمه که تو چقدر ترسیده بودی. امکان داره نترسه. از او پست انتظار هر کار میرفت.
من هیچ نترسیدم میفهمین؟ گفتی نترسیدی؟ بله به خاطر که علی کاری را که گفته بود کردم. زیاد دعا کردم، نماز خواندم، از خداوند کمک خواستم. او هم علی را برم روان کرد. تو نماز خوندی؟ بله. نجمی احمق، نجمی بیعقل، منتظر بودن در پیش دروازه دویگو چی مانامته و سگ بشرف. اما تو صبر کن من حالا برات نشان میتونم که کثیف ساختن هوایی که دویگو تنفس میکنه چی مانامته. ودت لوده، نه که تو کدام رادار داری بیادر؟ هر وقتی که به بلا نزدیک میشم باز مثل ستاره شناس برام زنگ میزنی. کدام چیز شده ودت؟ بیبی باز پرسانم میکنه که کدام چیز شده. پیلوت تو کجاستی؟ های بیبی قسم میخورم دوایی را که از دوی گونه خوردیم از تو خاط خوردم بیادر. پیلوت کجاستی بیادر؟ کار دارم کار. آی چی کار داری؟ تسلیمات داریم فراموش کردی؟ های ودت به خاطر این گپ چند دفعه باید برات بگویم که بفهمی. ما او کتاب بسته کردیم، حتی ورقای او کتاب پاره کردیم دور انداختیم. فهمیدی یا نه؟ والله این بار باید به خاطر ما بیای بیادر. قرارداد کارت تو کردی، اونا تو را میشناسن مرا نه. اگه تو نبیایی باز قرارداد هم خراب است. حالا ودت، حالا خودت به یک شکل حلش کو. ما یک مسئله مهمتر از او دارم. آی پیلوت، تو چی مسئله مهم است؟ بازم دویگو است همون نیست؟ بله بیادرم، دویگو، بازم دویگو. آفرینت بیادر، آفرینت. من برات میگم که با تو ضرورت دارم پیشم بیا، اما تو میگه بخاطر دویگو آمدن نمیتونم. بله بیادرم میگم، دویگو میگم و تا وقت مردنم همه قسم گفته میرم. ایره دیگه قبول کو، بیشتر از این نه خود خسته بساز نه مرا. فهمیدی یا نه؟ آی پیلوت، پیلوت احمق. نجمی لوده، نجمی بیعقل. او پلان را که سر دویگو داشتی باش که من برات نشان بتم چه قسم باید عملی کنی. احمق بیادرم کجاست؟ او پیلوت که به خاطر یک گپ ما دنیا را میسوختند کجاست؟ بگو کجاست؟ بیادر چی گپ است؟ چیز ای پاکت به شما آمده. بیار. بچی می چی است؟ ایره کی روان کده؟ نمیفهم، در پشت دروازه بود. خوش برد. عزلم بیبی، پیش از اینکه تو چیز بگویی ما برات میگم. خویی را برش گفته تا نیستی که مادرش چرا گریان دادی؟ عزلم، تو هنوزم به خودخواهی خود ادامه میتی. متوجه هستی هم تو نیست؟ نه زندگی من نه خوشی های من به اندازه یک ذره به تو ارزش ندارن. توقعی را ندارم که درباره سیفدا فکر کنین، درست است، اما حداقل کمه هم دردی نشان البته یک کمه. تو هنوزم درباره خود فکر میکنی عزلم؟ بس از دیگه.
و تو؟ مثل پدرایی رویه میکنی که در قدر سالا متوجه بچهش بوده. به خاطر او دختر زندگی تا در خطر مندازی و توقع ایران داری که ما باید همدردی کنم ها؟ شب بخیر. آقا هویگار گفته بود اگه او را چیز شوه باز کل معلومات فاش میکنه. همه قسم شما را تهدید کرده بود. اگه واقعا این کار کرده باشه مدرکایی که در دست او بود و به خاطر زنده بودن او اگه به علی برسه، علی وقتی درباره بیادر خود کل چیزه بفهمه باز چی خود شد؟ او قسم یک چیز نمیشه. از اول در دست هویگار هیچ چیز نبود جان. مطمئن هستین؟ شما کل جای پالیدین. اگر چیزی می بود که از ما پد کرده باشه باز حتما پیداش میکردیم. او فقط به خاطر نجات جان خود یک دروغ میگفت. یک دروغ که باید با گذشت زمان میفهمیدم، اما خلاص شد دیگه. امشبم هویگار همراه ما بازی که کرده بود کلش خلاص شد. بعد از این راز علی و پیلوت فقط راز موتو شده و قبر خواد رفت. سلیمان بیادره؟ بیادرت از چیزی که تو فکر میکنی بیشتر نزدیکت است. بیادرم از چیزی که من فکر میکنم نزدیکم است. این دیگه کی است؟ میخوایی بفهمی قاتل پدرت کی است؟ اگر میخوایی که بفهمی ارنی کورکی به قتل رسانده، صبح ساعت 12 در بایکوت به فابریکه قدیمی ابریشم به بالاترین منزلش بیا. ده اصل تو یک دختر مناسب به مستی همراه پیلوت تو خود حیف میکنی. نجمی کار را که شروع کنه هیچ وقت نیمه نمیکنه گفته باشم. تو خواد دیدی پیلوت، خواد دیدی. نجمی
جای فرار نیست بچه. از ما فرار کردن نمیتونی. بخیز. یک نجمیگه که کوچک وجود داشت، بعدن باز چی شد؟ شیطان او را با خود برد، به خاطر فروختنش برد. لاوده تو اینجا چی کار داری ها؟ شاه دوباره در تختش برگشت نجمیگک. جمع کو بارو بستریتا. چی شده احمق؟ نیک از دیدن من خوش نشدی؟ به آخر راه رسیدیم نجمی نامرد. تو هم اینجا بوده. چند دقیقه بعد به جایی که پخته مانده بودی آتش شام میبینی. کلمه تا بخوان نجمی بی غیرت. بیبی ارزش فرصت بفهم، به هر کسی قسم فرصت دادن نمیشه. علا لعنتی. فرار نکو لوده. دورا میگم نجمی بی عقل. فرار نکو خزنده، فرار نکو. سلام علیکم. علی هروغلا. نظر به ای که تو حال ای ویدیو را میبینی، پس به این معناست که ما وقت از بین شما رفته بودم گل بیادر. اویگار حالا دیگه چی معنا میده؟ فکر نمیکنم که پشت مرگم زیاد دق شده باشی. فقط بازم خواستم که یک اثر خورد برات بانم. به ما خو یک چیز خورد، اما به تو یک اثر بسیار کلان است. خب گپ دراز نمی کنم. به خاطر که امیال مرا با چشمای پر از اشک میبینی، فقط به خاطر که به تو یک خوبی بوده میتونه ای کار نمی کنم. ای را خو میفهمی. ای که حق به جانب هستم ایرام گفته نمیتونی. اما مام در رابطه به این مسئله یک حساب بسیار مهم دارم با تو و بدون بسته کردن ای حسابم نخواستم که برم. بعد از ای
اگه به ما باور کنی خوب میشه. ای که بیادرت کی است؟ ای را من خوب میفهمم. بله میفهمم. اگه به یاد داشته باشی ای گپه خواستم که در جنگلم برات بگویم. بیادرت هیچ به اندازه که تو فکر میکنی از تو دور نیست علی. درست دمو وقت آقا کورت آمده بود. ای که ای گپه چرا ام وقت برات نگفتم دلیلش آقا کورت بود. به خاطر که آقا کورت بسیار خوب میفهمه که بیادر تو کی است، اما هیچ نمیخواه که ای گپه به تو بگویه. چی؟ همو قسمه که کاکای میخواست که ای گپه برات بگویه اما با او زهر دادن. بله سر کاکایم حمله قلبی نامده بود بلکه او را از بین بردن. علی بیادر تو علی. بله بیادر بگو بره. و کسی هم که او را از بین برد امو دختر گرسونه که در رستوران نان می آورد امو است. نامش دیدان. عکسش در قوطی برات میمونم. اگه باور نمیکنی باز او را سر گپ آورده میدونی. بیازو اگه میفهمیدم که به ما باور میکنی باز دمی ویدیو ما برات میگفتم که بیادر تو کی است، اما تو بازم ثبوت میخواستی و امو ثبوت در خانه آقا کورت در بین یک صحیفه خاص او را پود کردن علی جان. و از جمله رازایی که از کاکایم به میراث مانده بود یکش امی است. چقدر عجیب است که حالیام ما به تو میراث میمانم. خداحافظ علی هراغلو. بخیر. نه هیچ زحمت نکش. نفرایت کلش در یک خواب عمیق رفتن. فقط ما و تو ماندیم تک و تنها. بچه ما او کسی را که دویگوی من ناراحت بسازه فکر کردی یه قسم علاش میتونم که گردن خدا بلند گرفته در سرکا گردن زده بره؟ اجازه میتونم که دل جمع چکر بزنه؟ زینب دخترم تو اینجا چی میکنی؟ گپ بزن دخترم. کدام چیز شده؟ بله شده. ای کل زندگیم فقط یک دروغ بوده. خبر شدم. چی؟ دروغ چی؟ خانواده حقیقی من کی است؟ پدر؟ تو چی میگی زینب؟ اصلا کوشش نکنی که این کار کنی. شب گذشته من همه چیز شنیدم. بعد از این من دروغ نمیخوایم. مادرم کی است؟ پدرم کی است؟ میخوایم که بفهمم. خانواده ما کی ها است؟ در کجا هستن؟ چرا من ایلا کردن؟ چرا هیچ وقت زنگ نزدن؟ اما من یک خانواده دارم اما تو نیست؟ شاید هم کدام بیادر، شاید هم کدام خوار دیگه داشته باشم. امکان دارم من یک قسم به کس کوی نباشم. من کی هستم پدر؟ برم بگو. من دختر کی هستم؟ پدر اصلی من کی است؟ فهمیدن تو چی را تغییر میده دخترم؟ وقت همه چیز بفهمی باز مرا مثل سابق دوست نمی داشته باشی؟
بعد از این دیگه مرا پدر صدا نمیکنی؟ چیزایی را که برام گفته بودین کلش دروغ بوده. یکی چی قسم یک گس دارم از این خبر دارین؟ یک حقیقت هست که باید برام گفته میشد پدر. نمیفهمم که مادرم کیست، نمیفهمم که پدرم کیست. تو هیچ کس نداری دخترم. ما تو را از یتیم خانه گرفتیم. گفتی از یتیم خانه؟ بله. اویگار یعنی گپاش راست است؟ کسی که مرا نمیمونه به تو برسام. واقعا تو دشمنم دارم. بیادرم. ده اصل ما به تو یک چانس داده بودم نجمی. یک چانس از پشت تو نامدم. به خاطر زندگی کردن یک چانس به دست آوردی، اما تو چی کردی نجمی؟ در مقابل دویگو برآمده او چانس از دست دادی به عقل. ای کارو نکن. ای ماشره به آخرین بار فشار میته. ما ای اسلحه را به آخرین بار به دستم گرفتیم. میفهمی به خاطر چی؟ به خاطر دفن کردن تو. او هم فقط به خاطر گل روی تو. کلش همه قبول زینب. به یتیم خانه چطور رفته بودم؟ یک آدم تو را در سر سرک پیدا کرده بود. در قنداق بودی. در پلوی سطل کثافات تو را اینا کرده بودن. گفتی سطل کثافات؟ بله. خب کدام یادداشت؟ از مادرم از پدرم که کی هستن هیچ چیزی نگفتن؟ هیچ چیز. بازیات پلیدم اما از اونا چیز به دست ناوردم. شاید که سر مادرت در وقت ولادت کدام بلا آمده باشه، اما جگرخون نشو. اگر اونا تو را اله کرده باشند، ما از امروز اول تو را بسیار زیاد دوست داشتیم. درست است. دختر برامد باز برات زنگ میزنم. باید با هم گپ بزنیم. درباره چی باید گپ بزنیم آقای محترم؟ من شما را نمیشناسم، از سرای ما دور شوید. درباره آقا کرد.
گوش کنید. میفهمم که مرا میشناسید. نمیخوایم که به تو کدام ضرر برسانم. اما پیش از او باید به سوالای من جواب بدین. مادر، پدرم گفت بعد از اینکه خاله سفتا رو نجات داد و میره میبریم در دریای لومتیم. اما او همیشه مرا الا کده میره. ایرا میفهمی که کجا میره پدرت علی جان؟ همون خاله ای که ای کشتی را برات گرفته همیشه پیش او میره. اما به خاطر چی؟ نکی او را دوست داره، نره پیش ما باشه. اگه قسم ادامه پیدا کنه حتما امرایش عروسی هم میکنه. به من چی؟ نباید اون عروسی کنن، من همین خوایم. جان مادر، ای گپه به منی، به پدرت بگو، درست است؟ مزه‌دار است. نوش جانتان. بسیار تشکر. نمیفهمم بازیش مثل دست باختت شده یا نی؟ صبح بخیر خواهر مقبول من. صبح بخیر جذابک من. حالا بی بشی. صبح بخیر. صبح بخیر. دست درد نکنه، بسیار مزه‌دار ماله میشه. بویشان بسیار خوبش. اشتیای خوب. اوه جان مادر دست درد نکنه. بعد از سال حداقل کل ما 6 تا یک لقمه نان بارامی خواد خوردیم. حالا بشینید. سیفتا جان، راستش میشه که ما بعدن بیایم و چای صبح بخوریم؟ فعلا کار عاجل دارم. میخوردی باز میبرامدی؟ چرا قبر خطاستی؟ بعد از این روز با هم یک جای چای صبح تیار میکنیم. سبا من نیستم، پشت کار میگردم. گفتی پشت کار میگردی؟ آیه مگم تو زن نکاح شدی اویگار نیستی؟ نظر به ایکو آدم مرده کل چیز به تو مانده. کار چی؟ اگه با مرو من 5 قروش از او آدم پس نمیگیرم. من میخوایم سر پای خودم استاد شوم. خب به هر صورت سعیز باز بدن گپ میزنین. من میرم فعلا، خدافظ. بخیر بری. مام دیگه باید برم. میخواستم خانوادگی با هم یک جای چای بخوریم. پیش زینب میرم مادر، کمی وضعیتش خوب نیست به خدا. چی شدش جان مادر؟ چیزی نشده، یعنی درباره صحتش نیست. به هر صورت ما باید برم. خوب است، بخیر بری. بازم مادر و دختر تک و تنها مانده. حالا بیاین. خب بعد خونه شد، همو تو نیست؟ تو چای تا بگی جان مادر بگی. سیفدا تو حالا براستی میخوایی که همراه علی عروسی کنی دخترم؟ بدون هیچ ممانعت با علی عروسی میکنم. ما خوشبخت میشیم مادر. و این سعی ترین کار خود بود که در زندگیم انجام میدم. باز خواد دیدیم که ما چقدر خوشبخت خواد بودیم. انشالله جان مادر. حالا بگی چای تا بخور که سرد میشه. زاره ترقم کردی پیلوتش چی کار است؟ این سر وضع طبیبی
های به خاطر که پدرت گیرم نکنه چهره ما تغییر دادم، چی کنم دیگه؟ خب یگانه عینک مینک میپوشیدی. گشتم اما پیداش نکردم. یک دانیم به خاطر عشق ما بیخی غم درون شدیم. به خدا به پدرت چی گفتی؟ گفتم که تا یک مشتری ما ملاقات دارم. ها پیش ما هم یک مسکن است. باورت نمیشه. ایره به شما، اما فقط به شما. خب او هم از شما میشه. خب پس قسم از آقای مشتری. ما تا چی وقتی قسم باید پت پت از هم دیگه ببینیم؟ چشم آبیمه. تا یک چند وقت همه قسم از چی کنیم؟ خیره دیگه. یعنی من فقط از این که به خاطر من مجبور میشی به خانواده دروغ بگویی بسیار بسیار زیاد خفه میشم. علی جان چطور هستی؟ سالگیری گذشته تبریک باشه. محفل سالگیری چطور بود؟ خوبش بود؟ هیچ خوبش نبود، چون که پدرم مرا در اول نجات دادن تو آمد. اما چی بگو؟ حتما توقع داری در بغل زن برکه پدرش ازش جدا ساخته. اما تو؟ من از که علی جان از علی جدا بسازم تو یک نیت ندارم. من مثل تو نیستم که در بین پدر و بچه مداخله. اما نه دیگه، تو کجا وجدان داری؟ نه که تو زیاد وجدان داری. از همین خاطر دایی چند سال بچه و پدر از هم جدا ساخته بودی. با تو چی ها؟ با تو چی؟ ما باید به تو حساب بتم ها؟ من نبودم که درباره وجدان گپ میزدم. تو خودت بودی. تو خدا با هر دروغه که فریب میتی فریب بدی، اما کوشش نکو بین پدر و بچه بیایی. خانم ازلم، چرا شما همیشه دم اینجا هستین؟ نه که شما از خود کدام خانه نداری؟ آی ای گپه کی میگه؟ گوش چی میگم؟ حدتا بشناس. در مقابلت کدام تفل نیست. دیگه نمیتونی در این خانه زندگی کنی. ها علی جان بوده میتونه. او فرق میکنه، چون بچه علی است. از او به بسیار خوبی محافظت خواد کردم. مثل تو از چیزای زیاده محرومش نمیسازم. تو با کدام حقی گپا را به من میگی ها؟ به عنوان زن سابق علی. بله مشنوم علی. پیلوت چرا هر دقیقه پشت سیل میکنی؟ تو از کی میترسی؟ چرا هر دقیقه سیل میکنی؟ من از هیچ کسی نمیترسم. اما از پدرت میترسم. امکان داره هر دقیقه از یک جای پیدا شده بیایه. با من تو یک چیز معلوم میشه، فقط همین. این چیزی را که محبت میگن، ای که چه قسم یک حس عصبان، کل چیز ازش یاد گرفتیم. صبر کن لوده. آیسته بچه، آیسته از او طرف بیا لوده. لکتیت کار دارم. بچه تو چی میکنی ها؟ کسی سر طفل دست بلند میکنه ها؟ آی طفل چی؟ شیطان است شیطان. بکسک ما دزدی کد آورد. بیادر ما دزدی نکردیم. در اون صورت بکسکم پیش تو چی میکرد؟ او بکسک پیش تو چی میکرد؟ سلیمان بگو که تو دزدی نکردی. سلیمان بگو. حالا بیادرم بگو. ما دزدی نکردیم. بیاین مدیر صاحب، اینی بچه گرفتم. سلیمان بگو ما دزدی نکردی. سلیمان
ما دزدی نکردیم. سلیمان! 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 پیلوت؟ سلیمان! آخ اوف. ببین جانم، بیادر خورده مقبوله که نترس. من به یادم اجازه نمیتونم که در حقت کدام کاری کنه، اما راستشو بگو، تو بکسک یادم دزدی کردی یا نکردی؟ نه بیادر، به خدا ما دزدی نکردیم. بکسکش دزدی می نفتاده بود، وقتی برش دادم مرا دزد گفت، مام ترسیدم فرار بچه کردم. دروغگوی، بیا که به حوزه بریم. حالا قرار دیگه دست تپس کن، سروشت که دست بلند نکن. نه که نشنیدی چی گفت؟ میگه من نکردیم، میگه من دزدی نکردیم. بکسگان پس گرفتی دیگه. آی سعیز بکسک پیشم است، اما نداره، برو گم که دیگه خوده. من سعیز گفتن خوش دارم. میگی سعیز بیادر جان، فهمیدی؟ حالا دیگه رنگت گم کن، برو دیگه. ببین بچه، جان بیادر خود مقبوله که بیادرش، بعد از این اول صاحبش صدا کن، به خاطر که در این زمانه حتی اگه خوبی هم کنی باید آمادگیش بگیری. بسیار تشکر بیادر، خداحافظ. حالا برو بچه. اقدر که پدرم از تو میترسه. اگه حال تو را میدید باز وقت میفهمید که تو چقدر قلب مهربان داری. پیلوت، وقتی او طفل گفت که ما دزدی نکردیم، تو چرا قسم سل میکردی؟ یه قسمت دیگه میدیدی. بیادرم یادم آمد، چشم آبی من، طفولیتم یادم آمد. بیادرت هست؟ بله، در قوطیه که از سلیمان بود، یک سام از امو برآمد سفدا. من گپ نفهمیدم ها. ایره واقعا اویگار روان کرده بود ها؟ خب در این صورت اگه اویگار مرده باشه چی قسم؟ یعنی ایره در دستی کی روان کرده باشه علی؟ خوش آمدین خانم توکچه. سلام. وصیت مرحوم اویگار بدون کمی و کاستی به شما تسلیم کردم. خبر شدم که مرده، بسیار جگرخون شدم. واقعا او آدم مرده؟ خداوند رحمتش کنه. میخوایی بفهمی قاتل پدرت کی است ها؟ اگه میخوایی بفهمی کرمی کورکی کشته سبا ساعت 12 بجه در پیکاز در فابریکه سابق خیاطی با منزل آخرش بیا. کی بوده میتونه کی با مایره روان کده، چرا آمده خودش برم نمیده.
انه که کدام نفر قصد داره که مورد دام بندازه. تنها یک را وجود داره که بفهمی بدهد. کمی کار دارم. محصولات میه پس ما مییم. نه شما اینجا باشین. این همه خواه آمدان. گفتی بیا این همه آمدم بیاده. خدا نشان بده. تو را میگم لوده سرم رشخان میزنی. اگه آدم هستی خدا نشان بده. لپتاپ باز کن. مرا تماشا کن. هیچ نمیفهمم که اینجا چی گپ است. سفدا ده اصلی مهم نیست که کی با اویگار کمک میکنه. مهم ای است که اویگار از کجا میفهمه که بیادرم کی است و حال در کجا زندگی میکنه. اویگار درباره بیادر چی میفهمیده علی؟ دروغ است. او آدم روانی بعد از مردنشان به خاطر نارام ساختن ما حتی امکان داره یک عالم پلان جور کرده باشه. باور نکن لطفاً. یعنی ای راست است. کاکایشه آقا کرد کشته. میفهمی که بیادرت میخواد کی سمی کی تو را مسموم ساخته. آقا کرد مانع من شدی که بیادرم پیدا کنم. اما چرا؟ ببینین هیچ گناهی من نیست. فقط کارم انجام دادم. او کارم آقا کرد برام گفت که انجام بده. اما اویگار درباره آقا کرد راست گفته بود سفدا. آقا کرد کاکای اویگاره به خاطر که درباره بیادر معلومات پیدا نکنه مسموم ساخته از بین بردش. خب دختر امکان داره اویگار خریده باشه. امکان داره اما مجبور هستم تحقیق کنم به خاطر پیدا کردن بیادرم. اگه کوچکترین امیدم وجود داشته باشه مجبور هستم از پشتش برم سفدا. اگه نه از اینکه اویگار راست گفته یا دروغ این سوال تا آخر عمر مرا عذاب داده و از بین میبره سفدا. علی گوش کن، اگه کل اینا یک بازی باشه یا کدام دام باشه چی؟ یا اگه قصد داشته باشن به تو ضرر برسانن چی؟ فکر نکنم سفدا. تشویش نکنی یک چیز شده نمیتونه. اگه گپای اویگار راست باشه از او خاطر ده این موضوع حتما کدام مشکل وجود داره. میره احساس میکنم. سلام وداد بیادر. با پیلوت خود گفتم اما باور نکرد. قاتل پدرتان ارنیکو با جز از علی هور اغلو دیگه کسی نیست. هرچی نباشه پیلوت سری و زیاد اعتماد داره، اما تو دیگه رقم هستی. میفهمم اجازه نمیده کسی مانع تو شود تا که انتقام پدرت بگیری. بیبی دوستیه که در پیشت هست او را بیبی. دقیقاً در اونجا اوراق است که نشان میده علی هروغلو در تشکیلات کار میکرد. پدرتان ارنیکو همراه آقا کرد یک رابطه کاری بسیار خصوصی داشتند، اما وقت کار آقا کرد با ارنیکو خلاص شد او را توسط بهترین شخص تشکیلاتش یعنی علی هروغلو از بین برد. او پیلوته که بیادر میگی نخواست ای را درک کنن، اما مطمئن هستم که تو یک روز ای را درک میکنی و بالاخره انتقام پدرت حتما میگیری.
یک بار بیادرم پیدا کنم از هزار حسرت نجات پیدا میکنم. ایکی کی هستم، از کجا آمدیم، گذشته ما چه قسم است، هیچ چیز نمیفهمم. من حتی تخلصم هم نمیفهمم. اگه بفهمم میتونم به تو هم تخلص اصلی ما بتم دویگو. مطمئن هستم وام پشت تو میگرده. زنده باشی چشم آبی من. مرا زیاد امیدوار میسازی. اما ای که او زنده است یا نیست، ای که امروی کی زندگی میکنه، در کجا است، عروسی کده یا نه، یعنی ما کاکا شدیم، نمیفهمم. شایدم کاکا شده باشی. اگه یک بیادر زده داشته باشی و هم تو را زیاد دوست خود داشت، به خاطر که تو یک کاکای بسیار خوب هستی. یعنی میگه من یک کاکای خوب میشم ها؟ پس پدر خوبم شده میتونم. اگه فکر میکردم که شده نمیتونی، بازی انگشتر را ده انگشتم نمیکردم. در طفولیت از بیادرم خواستم که درباره پدرم بگویم، به خاطر که هیچ بیاد نداشتم. بیادرم میگفت که من مثل پدرم هستم. ما از او خاطر همیشه حالت پیریم تصور کرده کوشش میکردم پدرم بشناسم. حتی یک روز می قسم با قلم در رویم ریش و برود کشیده بودم. دویده پیش بیادرم رفتم، گفتم من مثل پدرم شدیم یا نه. اول خنده کرد، بعدش یک جای گریان کردیم. یعنی برات واضح بگویم که چشم آبی من گذشته ندارم. میخوایم آینده من تو باشی. سیز، اما آقا کرد چرا باید تو یک کار کنه؟ یادم مگم هم آدمی نیست که چندین سال همراهت است. به خاطر چی بخواه به تو خیانت کنه؟ نمیفهمم سیفدا، نمیفهمم. اما یک مدت از به خاطر بعض چیزا در رابطه با آقا کرد شک پیدا کردیم. قبلا هم اشتباهاً به نام بیادرم به ما یک جسد روان کرده بود. اگه من مشکوک شده تحقیق نمیکردم، باز حال فکر میکردم که بیادرم دو آتش سوزی از بین رفته. او جسد را که به نام بیادرم برام روان کردی، او جسد بیادرم نیست. چطور یعنی؟ دقیقاً امیره باید تو جواب بدی. سفدا یعنی که تنارایی که میتونه درست بودن و غلط بودن شک من نسبت به آقا کرد ثابت کنه، ای است که در داخل سیف آقا کرد در رابطه به بیادرم چی است، او را باید با چشمای خودم ببینم. گوش کن، برو همراه آقا کرد گپ بزن. بهتر از کل چیز برش بگی. البته باید بری روبرو ازش پرسان کنی، ای بهتر است. نمیشه. اگه آقا کرد دی چند سال ایر از ما پت کرده باشه، بازم به من نمیگه، بازم کل چیز پت میکنه. برعلاوه اگه بفهمه که ما سرشون مشکوک شدیم، او اوراق اسناده که اویگارده بارش گفته بود 100% کلش از بین میبره. ببین، تنها کار خوبه که آقا کرد تا حاله کرده ای است که ثبوتا را پیش خود نگاه کرده. دیدی زینب جان؟ گپایی که پدرت گفت راست بود. نقشه نبوده که اینجا بیاییم جانم. آی من چی بفهمم؟
وقتی پدرم گفت که زینب از این گپ خبر نشه و دست سیفم کدام چیزی را بود کت من به تشویش شدم. زینب، آقا کرد از نظر تو پدرت است، اما دست آدم مهمی است. با هزار گروه سر کار داره که میفهمه که در وقت تو چی فکر میکرده. حق با توست. بیا از وقت بام است. گوش که گپای مدیر یتیمخانه با گپای پدرت عین چیز بودنه، اما تو نبود. پیدا شدن در بین کثافات، تاریخ آوردن به یتیمخانه، یعنی کلش یک قسم بوده نبوده؟ دیگه اشکاره نمیخوایم ببینم قربانه که چه. آی ما دیگه چی بفهمم؟ وقتی فهمیدم که طفل فرزندی هستم تحمل کرده نتونستم. از او خاطر پدرم هم جگر خون ساختم. ملکم، ناراحتی او تا وقت است که تو خنده نمیکنی. از من میقسم. حالا با لبخندت دگاه مقبول تر خدا بسد. حالا دیگه های نموتا. خانم زنب پاس امر کنین که شما فعلا کجا میرین؟ به جایی که دل خودت میخواید. خیلی بسیار یک جای مقبول میریم. بفرمایین. آقا، قسمی که زده بودین ما به یتیمخانه رفته بودم. کل چیز قسمی که شما گفتین به شکل مناسبش به زینب نشان دادیم. سعیس، یعنی شکش برطرف شده. دخترم دوباره پیشم خواد آمد. فکر شکردی که سیف آقا کرده چی قسم باز کنی؟ یعنی من حد زدم میتونم که اون خانه چقدر امنیتش بالا سلی. هنوز نمیفهمم سیفدا، اما یک راه حل پیدا میکنم. دست ما یک راه حل میفهمم. سینان در خانه آقا کرد کار میکنه نی؟ اونجا راننده زینب است. نه سیفدا، نه. تو در این کار خودت دخیل نمیسازی. بله دخیل میسازم. مگم وعده ندادیم که ما همیشه در کنار همدیگه میباشیم؟ علی دادیم. به خاطر پیدا کردن بیادر تو هر چی که از دستم بیای انجام میدم. به نظرت پیداش کردن میتونیم سیفدا؟ بیادرم پیدا کردن میتونیم؟ بله، هم بیادر تا پیدا میکنیم، هم بیادر تا با هم پیدا میکنیم. چون بسیار کم مونده. بیادر تا پیدا میکنی، فقط صبر داشته باش. پدرم زنگ زده. او خود را نمیبینه دیوانه؟ یعنی قسمی که طرف تلفنت سیل کردی من فکر کردم که پدرت حتما دم چهار طرف از اینجا میگرده. پیش از اینکه کس ما را اینجا ببینه باید هر چی زودتر از اینجا بریم. آقا پیلوت، با صبح میبینیم. در او صورت ما میرم زود خواه میشم تا صبح شوه و بتانم چشم آبیم یک دفعه دیگه ببینم. سعیس حالا بخی که بریم. بسیار کم مونده. بیادر تا پیدا میکنی، صبر داشته باش. مثل ای است که هر دوی ما در کره خود ما حبس شده باشیم، نه؟ من از کره خود برآمده به تو رسیده نمیتونم. تو هم کره خود شکستانده نمیتونی تا مرا پیدا کنی. میفهمم که تو هم مرا میپالی بیادرکم. از پالیدن تو هیچ وقت منصرف نشدیم بیادر، و هیچ وقت منصرف نخواهد شدم. نزدیک است.
بالاخره تو را پیدا میکنم. پیدا میکنم. قاتل پدرتان ارنیکو با جز از علی هروغلو کس دیگر نیست. آی بچم چتیات نگو ویداد. امکان داره اویگار احمق با مام دامانده باشه. او میخواه به خاطر سفدا سرماست و دلیره و قتل براسانه دقل بازی دروغ کن. خوش آمدی. خوش باشی. پدر؟ بچه میفهمین ما برای شما منتو پخته کردیم. من تو گفتی چیزی را که زیاد خوش دارم. میفهم مادرم بریم گفت. حتی خمیرش مجور کردیم پدر. خیلی تو راست. در صورت این مزدارترین منتوی خواد بود که مده تمام عمرم میخورم. شام بخیر. خوش آمدین. مادرم پشت علی جان دق شده بود، مام دعوتش کردم. کار خوبه کردی. خب بیاین دیگه شروع کنیم. بریم بچیم بشینیم. بیا الا بشین. آفرین. اگه تو نمی آمدی تا آمدنت منتظر میماندیم و نان نمیخوردیم، به خاطری که خانواده همیشه با هم نان میخورن. مام یک خانواده است. بله بچیم، البته که خانواده هستیم. اما تو بازم به یک جای نان خوردن زیاد عادت نکو جانم. به خاطر که معلوم نیست چی وقت به پدرت کار پیدا میشه از خانه بیرون میره. به یک جا بودن خدا عادت نته بچیم که به نقصت تمام میشه. علی نانتا بخو بچیم اگه نه یخ میشه. میشه بشقابت برم بیتی؟ ما آمدم. خوش آمدی. کجا بودی دخترم؟ به تشویشت شدم. این آمدم دیگه مادر. ملاقات کردن با یک مشتری اما قدر طول کشید. علی هان جان اسایس این آمد دیگه. درست است. حالا دیگه برو کالایت تبدیل کو که مهمان میایا. سعیس پدر کی میایه؟ جوهر کوکوچون میایا. با کدام مناسبت؟ توبه از این که دوست چندین سالم با مهمانی میایا حسابش با تو بودم ها. دویگو جانم تو حاله برو یکان کالای مقبولت بپوش، خوب میشه اونا میاین بخیر. حالا چی بپوشم مادر؟ میخواین که مرا خوش کنن؟ چرا باید کالایم تبدیل کنم؟ دویگو اوف خدایا توبه. بله پیلوت. وقتی صدای مقبولت به گوشم میرسه دسترم هوای ایدی میزنه دویگو. پیلوت فعلا هیچ وقت ندارم، بعدن میشه گپ بزنیم؟ چی شده؟ صدایت خوب معلوم نمیشه. چی شده؟ نه چیزی نشده. ما خودم باز برات زنگ میزنم، حالا باید قطع کنم. نکو دیگه چشم آبیمه. بگو چی شده برام بگو. زکیشان میاین. زکیشان خانیما میاین. چی؟ تو چی میگی؟ او خب پشت دیگه پاره الا کده بود. اولوده چطور جرأت کرده باز به خواستگاری بیا؟ نیکه عجلش آمده چطور؟ آرام باش پیلوت، آرام باش. ما بیاز از اتاقم نمیبرایم. حالا مرا از گفتن پشیمان نساز. ما دیگه نمیخوایم باز کدام جنجال جور کنیم. نمیخوایم کدام مشکل پیدا شوه. بیاز پدرش دوست چندین ساله پدرم است. شاید به خاطر کدام دلیل دیگه میین. مام درست نمیفهمم. سعیس دویگویم. سعیس
بعدن باز گپ میزنیم. خب سعیز حالا دیگه خدافظ. لوده بی عقل، من تو را زنده نمیمانم. فکر کردی ای دفعه تو را سالم میمانم زکی؟ حال ملکم خوب شد. نمیفهمم. ای تو یک احساس عجیب است، مثل که در یک لحظه کل زندگی تغییر کرده باشه. چیزی تغییر نکرده جانم. تو حالم عمو زینب هستی. پدرت آرام تو را زیاد دوست داره، از جانش کرده زیادتر دوست داره. اما تو راست، اما چطور یک عمر به من دروغ گفته؟ انسان به کسی که دوستش داره دروغ میگه؟ بعضا دقیقاً به خاطر کسی که دوستش داری مجبور میشی دروغ بگی. به خاطر که ازش حفاظت کنی. شام بخیر. خواهر؟ کدام چیز شده؟ گوش کن چی میگم. من شب به خانه آقا کرد میرم. سینان درباره که وضعیت زینب قدر خوب نیست گفته بود. او را با نکرده به یک شکل داخل خانه میشه. تو امروز گفته بودی که وضعیت زینب کم خوب نیست. نه باز مام خواستم بیایم یک بار ببینمش، شاید بخوایم درد دل کنیم و گپ بزنیم. بعد از اینکه داخل خانه رفتم مثل پلان ما به تو خبر میدم. کاری را که گفته بودی میکنم. تو هم پوت پنهان داخل خانه میشی. پدر؟ نه که مزه‌دار پخته نکردیم. نه ای تو چیزا امکان داره بچیم بسیار مزه‌دار است. قربان دستایت بچیم. فکر میکنم منتظره کدام زنگ مهم از یک نفر هستی. دو کنسرت انتخاب نشدم از او خاطر کم جگرخون هستم. سینانم کم گپ کلان کرد خواهر جان. دیگه هیچ مشکل نیست، همه چیز خوب است. خوب است آلیس. اگه کل چیز خوب است این صورت مشکلی نیست. کم از کم خوب شد که تو را دیدم. سلام خانم سیفدا. سلام شامتان بخیر. من گفتم یک بار با دیدن بیادرم بیایم. کار خوبه کردین. کدام مشکلی خو ندارین؟ یعنی خوب کار میکنه؟ تشویش نکنین، شما را شرمنده نمیسازه. خوب است آلیس. خب شما لذت ببرین، ما با اتاقم میرم. شبتان خوش. خودت آقای محترم، حالا برو کالایت تبدیل کن. ما و پدرت همی که سر میز جمع کردیم، باز میاییم تو را خو میتیم. مادر لطفاً 5 دقیقه دیگم. خب سعیز، اما او 5 دقیقه 10 دقیقه نشه، درست است؟ در خانه‌اش هستم. بازم میخوایی بری؟ بله باید برم. بازم میخوایی پیش خاله سفدا بری؟ همیشه ما رو الا کرده بیاز پیش او میری. علی جان بچه‌م ای گپا دیگه از کجا شد؟ کار دارم، باید برم، زود پس میایم. اما وقتی که تو را قسم ببینم زیاد جگر خون میشم. با من چی؟ من کدت قار هستم پدر.
ببین کارم زیاد مهم است. اگر نیم من کجا دلم میشه که تو را اینجا ایلا کده برم. ببین بچه یک روز تو همه چیز خود فهمیدی و تو هم مرا درک خود کردی، فهمیدی؟ از اینکه بچه تا اینجا آوردی فکر کردی از او دختر منصرف میشه؟ اما هر چی که میکنی بازم هیچ فایده نداره. ایره خو میفهمی دخترم، ایره خو خوب درک کردی نه؟ دویگو دختر ما حتما تا حالا تیار نشده. وقتی زکی به بازت من دخترم تیار میشه بیازو چند دقیقه بعد میایه. ما یک بار بشه دویگو میرم پس میای. دویگو دخترم تو در اینجا چی میکنی ها؟ در سالون مهمان هاست، متوجه هستی؟ تو در اینجا اما تو شیشتی اما بسیار بد است. چی کنم؟ چیزی که با اونا بد است به من بد نیست. دویگو جانم فعلا همراه تو هیچ بس نمی کنم. یک کالای مقبولت بپوش باز بیا، درست است؟ بیا منتظرت هستیم. حالا دیگه زود بیایی، منتظرت هستیم. زکی لوده آدم بیعقل، شیر را که از مادر خوردی او را از دماغایت بیرون نکنم نمیشه. احمق، یک آدم خو کم انسانیت و احترام می داشته باشه. پیلوت بیادر چطور هستی؟ خوب هستم خدا داد. تو چطور هستی؟ زنده باشی، ما هم خوب هستم. لوده بیا تا که برات نشان بتم تو زلفوره. از او تارای زلفت حتما گیتار می سازم. قاق رو دی بیعقل احمق، بازش بلاقام میزنم. پیلوت بیادر داماد ضعیف که بود نه امو میایه، اما بسیار کالای نو پوشیده، بسیار مقبول بالا میشه. میگن رنگ سبز و داماد میزیبه. تو با استغفرالله پس شو از پیش رویم. شما مسابقه دوش دارین؟ از اردیتان کدام من تیستر میدوام. تو رفتش کدام. احمق، لوده کلگی برای راست میره اما تو برعکس میری. خانه دویگویشان خود طرف است. بیادر ما بیادر چی لوده؟ بیادر چی؟ مگه من برات نگفته بودم؟ برات نگفته بودم که دویگو در دنیا و آخرت خواهرت است؟ تو پشت خواهرت به خواستگاری آمدی بیعقل. بیادر من خواهر ندارم. بچه تو را میگم. بچه چشمای تواز کن. تو را میگم هر دقیقه قسم زوف نکن. به خدا دلم میشه وقتی زوف میکنی قسم از لب روید کوفته جور کنم، اما بخیز دیگه. پیلوت بیادر شما چرا ندویدین؟ یا این زلفو باز زوف کرد؟ من میرم برش یک انرژی میارم. نه برش آب لیمو میارم. تو چی چطیات میگی؟ بیا کمک کن مرا کیره بلند کنیم. خواهر ما بریم بخیر دیگه. گفتی ما؟ خواهر جان کدام چیز شده؟ نه چیزی نشده.
منتظر یک اشارت است. راستش ما یعنی من یک بار باید تا تشناب برم، باز بعد از او خیستم بریم. سیس جان خود از اینجا که برآمده این طرف راست دروازه دوم. سیس ما برات نشان میدم خیر. نه تو همینجا بیشی جان خود. ما بیا زود رفته پس میم. درسته. با تو دروغ میگم دخترم، اما با این کار مجبور هستم. کیفا وقتی که این آمره به من ماندی ازم نخواستی که من قسم کنم. مرا ببخش دوستم، ببخش. برقا چرا رفت؟ او باشه جنراتور چرا اتومات روشن نشد؟ نمیفهمم آقا. برین یک بار ببینین که مشکل ده چیه. سال عجله کنین. راستش من در پایین بودم که یک دفعه برقا رفت، نفهمیدم چرا. دست جنراتور است اما شما خوب هستین؟ خوب هستیم، زنده باشین. چه گپ شده جان؟ والا ایش نمیفهم آقا. حتما کدام عوارض کرده دوستای ما میبینن، حال جور میشه. حالا کار کو دیگه. آی تو کجا بودی پیلوت؟ کجا بودی ها؟ یکی از پیلوت زکی کی از بچه؟ بیادر گپتان قطع میکنم اما ایره ده کجا بانم؟ درست هستم اینجا بانینش. ششت بشنوین چی میگم. این را ایستاد یک جای بانین که استخوانش نشکنه. به از اون من خودم میخوایم که بشکنانم استخوانش. بیادر هر قسمه که بخواین. آی پیلوت مرا بچم دیوانه نساز بگو کی است؟ جواب نمیده جوهر، هنوزم جواب نمیده. 100% بالای او بچه کدام بلا آمده. هیچ وقت قدر نمیکرد. موبایل خدا هیچ وقت قصه به جواب نمیمون. نه جانم، کلان آدم از چی بلا سرش آمده میتونه؟ اگه خدا نخواسته موتر نزده باشیش. ای خدایا. و یا کسی سر رایش گرفته باشه که چاقو نزده باشیش. خدا نکنه. و یا او با جوهر بلی از خدا قسمم شده میتونه. چیزای خوب فکر کنین، چیزای خوب بگوین.
پیلوت خواهش میکنم کدام کار نکرده باشی چی میشه؟ حالا این آواز شد. کار خلاص شد. خب نظر به ای که برقام آمد. حالا جان خور ما باید بریم دیگه. بریم خواهر زینب جون خدافظ یک داریم. خدافظ. با پدرتام شب بخیری مرا بگو. شب بخیر. شب بخیر. کدام چیز کم شده؟ نه کل چیز در جایش است. شاید که اونام از پیشتان افتیده باشه و متوجه نشده باشه. نه جان مطمئن هستم کدام کس داخل آمده. مطمئن هستم. کی داخل آمده میتون آقا؟ از من ثبوت میخواستی نه؟ اما ثبوته آقا کرد در بین یک سیف خاص پاد کنه. چیزایی که برات گفتم کاملا راست است. پیلوت مکت سینان به منطقه میرم باز در اونجا میبینم. پیلوت به خاطر که خانه و دختر میرفت اختطافش کردی چرا این کار کردی بگو؟ چی میکردم بدست؟ ها؟ دیگه چی میکردم؟ ای لوده به دختری که دوستش دارم چشم دختر همه قسم دست زیر علاشا بشینم. احمق چشمایت آواز کو بچم بخز دیگه. توی خار پشته که بیبی اینقدر ترسیده که از جایشم تکان نمیخوره. یکی است بچه. ببینین هنوزم از او کدام خبر نیست. موبایلش هم خاموش است. حتما در کدام جای افتیده. همونجا مانده دیگه از طفلیت به ایسو وقته که از چیز بترسه ضعف میکنه. آی بچه از دست دادم علی جانم آرام باشین هیچ چیزی نشده. تا چند دقیقه دیگه میایه لطفا نقدر بر خطا نشین. هیچ چیزی نشدهش اما تو نیست علیحان. البته ما
یک دفعه فشارتا نمیبینم. بسیار خوب میشه دخترم. درست است. به نظر من میفهمم که زکی کجاست. بچم وداد، این کلا به خاطر چی لط میکنی؟ چی شده بگو دیگه. آوازی است که چی شده پیلوت؟ وقتش پوره شده اما یه هنوزم پول خدا نپرداخته. راست میگه بچم. مالک برم کم برسه من پولی او را نمیتم. بشنو چی میگم، از طرف ما هیچ وقت اشتباهی نمیشه. نیکی برات نگفتم. یعنی که ما اشتباه کردیم؟ ببین پیلوت، پدرای ما دوست بودن. بیاز و پدرت ده حق پدرم کار احمقانه کرد. شما طرف پدرتان نرین. بی‌عقل. لاشی احمقا ببرین پشت سر بندازین. چی گپ است پیلوت؟ آها بیادر ما چی شده بگو. ای تو چیزی نمیمانه که درباره پدرش نگفته باشه. اما بیادر ما اسلحه را دست گرفته مغزای سگ باد کردن نمیتونه. مگه میتونه بودی که میگفتی وقت اسلحه را به دست گرفتی تا خسته نشدین اندازش ها بگو برم. او بیادر کی همه را میگفت کجاست؟ بیادر ما کجاست پیلوت بگو برم. وقتی که قاتل پدر ما رو پیدا کنیم بازی اسلحه را دست نمیگیری؟ آها حالا دیگه زود برم جواب بتی بچیم. هر باری که ازت پرسام کردیم جواب ندادی، اما این بار باید برم جواب بتی بچیم. حالا بیادر ما کجاست؟ حالا جواب بتی. تو قسمت از بین میبری اما تراس. پیلوت علیخان پدر. آقا خوش آمده. تو میخوایی با این بچه چی کنی ها؟ طرف ما بیبی تو یک مهمان مرا چطور میتونی یک قسم با خود بیاری؟ تو بلای نمانده که به خاطر تو سر ما آمده باشه. تو هنوزم فکر میکنی که میتونی امرای دخترم عروسی کنی؟ بچه ما کشتن. آی خدایا ببینین چطور دانستی امرای بچه ما قسم کنی؟ خانم خور از بچه شما نیست. آی بدون که آرزوهایت پورا شود تو را در خاک میمانیم بچیم. به خاطر یک دختر تو ما را در غم شاندی بچیم. لطفاً چشمایت حواس کن بچیم. تو ما را این تنها کردن نمیتونی. لطفاً آرام باش. آی بچیم، بچه شیر من. پیلوت آقا علیخان به خدا وضعیت قسمی که شما فکر میکنین نیست. آی مادر پدر گریان نکو. چرا گریان میکنی؟ گریان نکو. چی گپ است؟ چی
میخوایی؟ از چشمای اشک میآید. چرا گریان میکنی؟ با تو چی؟ دیگه ای که ما یک دیگه خودم میشناسیم؟ بیادری تو چی میکنی ها؟ بسیار مقبول رقص کردی. بسیار خوبش بود. های تو چقدر خندروی هستی. صبر کن امرد یک قطعه عکس بگیرم. ها آلی یادم آمد. تو همون بچه هستی که در کنار سایل رقص میکردی؟ بله معمو هستم. مشکلت چی است؟ مربوط تو نمیشه. اما حال ما به یکم راز نیاز دارم. دوست پسر مرا ترک کرده رفت. او بیخی گوساله بود. گوساله. تو عاشق یک گوساله بودی؟ بسیار بد است. ها زیاد بیماناست. حال ما و تونی تنها ماندیم. گفتی تونی؟ تونی کی است؟ تونی؟ اینجا بیا. او از اینجا ببرین. او از اینجا ببرین. مرا میخوره. وقتی 10 ساله بودم یک دفعه مرا خورده بود. 10 ساله بودم خورده بود. ببر. نترسی از اینجا ببر. چیزی نمیکنم. حالا دیگه سود باش از اینجا ببر. بیا تونی یکم بیا. نترس. از اونجا خامده باز مرا نمیخورم تو نیست؟ آمده نمیتونه تشویش نکو. های بسیار خوب شد که امروز پیش روی آمدید. ای قسم به مام خوب شد. دیگه ای که تو چرا از سگ میترسی؟ بیا برم قصه کو. من 10 ساله بودم. طرف مکتب میرفتم. یک دانه سگ طرفم دید. من به او کوچه گفتم. آمد هر طرف که من میرفتم دقیق میدید. بالاخره در یک جای مرا چک گرفت. ای خو صحیح است اما سگا خو باید بجفن. اما میگفتن سگه که بجفه چک نمیکنه. هر طرف که رفتم آمد اما مرا چک گرفت. او چیزی کده نمیتونه. دیگه چی جیران داره؟ ایزگی جان ببین این دختر کی از شناختی؟ امو دختره که در پیش سایل بود. امو که مرا ماچ کرده بود. یک دقیقه یک گپ. این دو دخترت است؟ کدام غلط فهمی نشه. از سگ ترسیده بود ما هم دمو مورد گپ میزدیم. دختر جان کدام غلط فهمی خونیست اما تو نمیشرمی که به خاطر ساده بودن خدا داد آمدی سرش خندی میکنی؟ ایزگی ای خود سر ساده بودن مریش خندی نکد. فقط درد خدا به ما گفت. تو مداخله نکو. نیکه تو فرشته نجاتی بچه کلوله هستی چطور میشه بگویی؟ ایره بی هنوزم ریشخندی میکنه. تو خودت چی فکر میکنی؟ تو کی هستی؟ تو حق تبتم که یک تار موی کلی سرخت نمانم. به خاطر ما جنگ نکی ایزگی. تو دخالت نکو. تو حق کیره دستش میتی ها؟ الاکو دختر ما. تو چه قبیه ده بودی؟ الاکو دختر بیعقل؟ بسیار بیاده بستی. دختر بیعقل. تو احمق مرا زدی؟ من حالکتت میفهمم. این حالکت صحیح مکنکت میکنم. بیعقل. ما کتت میفهمم. مویای ما تو دختره روانی؟ الا کنین جنگ نکنین. سعیس به خاطر من سعادت میکنین اما این کار بسیار غلط است ایزگی. ما فقط دوست هستیم. بیبی هنوزم که تو نفهمیدی. این دختر به خاطر لذت بردن سر تو ریش خندی میکنه. تو چی گفته میری احمق؟ تو چی گفته میری؟ سر خدا دادش روانی. الا کنین جنگ نکنین. من احمق نیستم. صحیح است. سر من ریش خندی نکده. این جنگ هم در اینجا خلاص کنین. ایزگی تو هم بخیز. جنگ خلاص شد اله. تو هم بخیز بیا. تو هم گریان نکو. همیشه خنده کو. خنده کردن به تو زیاد میزیبه خو. این سگت هم زیاد جفیتی رو گرفته. از اینجا رفته میتونی که ایزگیر یک دفعه دندان نگیره.
گریان نکو، همیشه خنده کردن به تو میزه با وای خدا داد. اگه همه قسم پیش بری با سر پرنده های هوا قدم خود زدی بلا. سر پرندهایی که دواسن چه قسم قدم بزنم؟ امرای پرنده ها خو تو نمیتونه پرواز کنم. فامیده قسم میکنی اما تو نیست. چی را فامیدی ایزگی چی کردیم؟ مرا ایزگی نگو با دختر بگو. باز مقابل من خسته از او دفاع میکنی. آی دیوانه میشم. با من حسادت نکن ایزگی، من تو را زیاد دوست دارم. ما خو حسادت نکردیم. میگه که حسادت نکرده اما حسادت کرد، من میفهمم. یک نفر به ما بکسک پول توفه داد. از بین شی برامت ملا صاحب. درباره او روز که بکسک پول بیادر در منطقه افتیده بود گفته بودی نه؟ بله. ما تمام او کسایی را که همون روز به منطقه رفت آمد کرده بودند در کمرای امنیتی چک کردم. یک عکس آخرم باقی مانده. ایرام یک بار بودم. علی چی شد؟ چی پیدا کردی؟ چیز پیدا تا نیستی علی؟ قصه کو برام بگو چی شد؟ علی درباره بیادر تونستی چیز پیدا کنی یا نی؟ هر چیزی که در سیف آقا کرد بود عکسشو نگرفتم. خوب است اما ای خوب پیلوت است. عکس پیلوت آقا کرد چرا در او سیف مانده؟ در بین عکسای طفولیت بیادرم سلیمان ایام بود. ایره از اونجا گرفتم. یک دقیقه من خو نفهمیدم. پیلوت بیادر اصلی تو اصلی؟ نمیفهمم سیفده، نمیفهمم. بیادر رکه ده قدر سال میپالیدم. در پیش روی در پیش چشمم بوده اما نمیفهمیدم. به خاطر فهمیدن ای به خاطر فهمیدن ای حقیقت فقط یک را وجود داره. اگر راست باشه، اگر واقعا بیادرم پیلوت باشه، ده اینجا یک چیز مربوط به گذشته ما حتما است. اگر خوردان باشه بازم یک ثبوت است. علی اما قسمه که به بچه رسیدی اما قسم به بیادرت هم میرسی. باور کن من در اینجا پیراداری میکنم آقا علی. چشم برامی باشم و گوشم هم در موبایل خاط بود. یا از خودت است. اگر کدام چیزی شد عاجل به من خبر بده. درست است؟ شکر که هستی. هنده اصل شکر که تو هستی. متوجه باشی
خدایا لطفاً علی را کدام چیز نشه. لطفاً بیادر خدا پیدا کنه. کمکش کن. وقتی قدر به تو نزدیک شدیم لطفاً به خیال تبدیل نشو. این امید نباید از بین بره. همه قسم است. آخ واقعا بسیار زیاد جگرخون شدم آقا جوهر. البته. خب حالا وضعیت بیلی ما خانم چطور است؟ فهمیدم. گوش کو، اگه به کدام چیز ضرورت داشتین از زنگ زدن خجالت نکشین خواهش میکنم. حالا دیگه بازم شفا باشه. از طرف من برشان سلام تقدیم کنین. چی شده بود علی هان جان؟ دیگه چی شوه، خانم بیچاره تمام شب در شفاخانه سپری کرده. البته اگه آقا پیلوت ای کار نمیکرد بازیتون نمیشد. پدر دیگه چیز خو یاد نداره، فقط پدر چی بلی از خدا. پیلوت دویگو برو به زنگایم خود جواب دادن نمیتونی، پیامایم خود جواب بده. علی کدام چیز تونستی پیدا کنی؟ نه هیچ چیز پیدا نتونستم. دارزوی پیدا کردن بیادرم نه که بازم کدام خیال بافی ناک کردم. نه تویش خیال بافی ناک نکردی، اصلا این قسم فکر نکن. گوش کن، هیچ چیز تصادف بوده نمیتونه، باور کن. آقا کورتی نارا بنا حق پد کردن نمیتونه. ده همین جاده یک جایی یک چیز خوب باید باشه. علی یک چیز خوب بگونی؟ صدای دیت نمیایه. علی صدای تا بکشم اونجا استی؟ بیادر
ما هیچ وقت جدا نمیشیم، همونطوری؟ هیچ وقت نه جان لالا. اما اگه شویم، یعنی اگه جدا شویم باز تو مرا پیدا میکنی؟ ما هیچ وقت اجازه نمیدم که تو از پیش ما گم شوی بیادرکم. اجازه نمیدی؟ اجازه نمیدم. گوش کن، با تشویش شدم، من اونجا میایم. پیدایش کردم سیفدا. بیادر من پیدا کردم. چی؟ گفتی پیدایش کردی؟ توپ برفی سیفدا. توپ برفی بیادر من پیدا کردم. پیلوت بیادرم بوده. چی؟ پیلوت سلیمان بوده. علی پیدا کردم سیفدا. پیدا کردم سیفدا. پیدا کردم بیادرم من پیدا کردم. نی مثل یک خیال است سیفدا، اما بیادرم سلیمانه پیدا کردم. بیادرم پیدا کردم. پیدا کردی عشقم، پیدا کردی بیادرت پیدا کردی. او هم توپ برفی را نگاه کرده بود. توپ برفی پیش او هم بود سیفدا. مثل من یگانه چیز که از خانواده ما مانده بود اما توپ برفی بود که پیشش بود. سالا منتظر بوده، شاید که منتظر همین روز بوده، منتظر بوده که مورا پیدا کنم سیفدا. حالا چی کنیم سیفدا؟ در این وقت ما باید چی کنیم ها؟ او در کجا هست؟ چی میکنه؟ علی میگه در منطقه است نی؟ علی اما یک دقیقه این قسم یک دفعه ایده ما قابلش خماده نمیتونم. نمیشه
درست است صبر کو، یک دقیقه آرام باش. اگه قسم در مقابلش بری از هیجان گپ زدن نمیتونی. آرام باش سیز. راست میگی، تو راست میگی سیفدا. خب من حالا به او چه قسم ایرازه بگویم؟ خیرت باشه بیادر. چرا مرا اینجا خواستی بگو؟ ایگه چی گپ شده؟ باید از شما پرسان کنم وداد. بچه تو چی میگی ها؟ یا با من ایره میگی که قاتل ارنیکو کی است یا خومه تو را هم اینجا دفن میکنم. علی هروغلو او ای کارا کده. علی هروغلو استاد علی محافظین تو مردی استاد علی، مردی محافظین. ای طرف و طرف خود نمایی کردن تا به هیچ کس دیگه شباهت نداشتن ده انتقام گرفتن همتون نیست. حالا برام بگو چی گپ شده؟ پیلوت خون میخواست قاتل ارنیکو رو بکشه، شما خون نمیخواستین که خون پدرتون در زمین بانه. با تو چی احمق؟ نه که پرسان کردن و حساب گرفتن ما با تو مانده. یعنی چی که با من نمانده؟ طالات بیادر مرا با خاطری که با پیلوت گفت که قاتل کی است کشتنش، اما او آدم سر خود تکان داده چه کار میزنه؟ از بین بردن نتونستین. ترسو شما بی غیرت از علی و رغلو ترسیدین. باز آمده میگه با تو مانده؟ با ما مانده، البته که با ما مانده. حساب میگیرم. گفتی از علی هروغلو؟ ای که قاتل ارنیکو کی است من ایره میفهم وداد. قاتل پدرم کی است؟ پیلوت بگو برام. بچه را گرفتم میرم تمامشان از بین میبرم. وقتی آزاد شدم برات میگم. نه پیلوت هم یاله بود. درازش نکو وداد. گفتم وقتی آزاد شدم میگم. با مثل سنگ صبر شدم. هنوزم برام نگفتی که قاتل پدرم کی است؟ برات خود گفتم که طالات برام دروغ گفته بود. چی منو میته که برات دروغ گفته بود؟ ده اصل ارنیکو را فروخته بود. به همو خاطر رو شهوده بین مانده بود. به من یک هدف دیگر را نشان داد تا کوشش کنه خدا نجات بده. نیک پیلوت به تو نگفته بود. بگو نیک منصرف شدین. خون پدرتان در زمین مانده. نه احمق. گپو گاره احمق ها راست بوده. کسی که با ما دروغ گفت بیادرم پیلوت بوده. قسم ما را چطور از بین برده میتونی پیلوت؟ چطور؟ اما ما از بین نمیبرم پیلوت. علی هروغلو میمره. هم یالا میخوایم برش بگویم سیفدا. نمیخوایم پیش رویش برم و برش بگویم که ما بیادرت هستم. اما در ذهنم یک عالم سوال از سیفدا که او مرا به یاد خواهد آورد. اگه به یاد بیاره باز چه قسم عکس العمل نشان خواهد داد. شاید هم سرم قار باشه. شاید هم هیچ نخواهی که مرا در زندگیش داخل بسازه. علی چرا نخواهی علی؟ نمیفهمم سیفدا. پیلوت هر دوی ما میشناسیم. گذشتهشه، تجربه زندگیشه. نمیفهمم از که مرا میخواه یعنی هیچ مطمئن نیستم. پیلوت پیش ازی که بشناسی تو را مثل بیادرش فکر میکرد. پشت دویگو که خواستگاری رفت تو را کت خود برد. امی کارکت نی؟ بله من مطمئن هستم که پیلوت وقتی بفهمه بیادرش هستی دنیا از او خواهد شد. از که مثل تو یک بیادر داره زیاد خوش خواهد شد.
با ما باور کو. انشالله. حالا دیگه زنگ بزن و اینجا بخوایش. تنها کاری که باید بکنی همین است. زنگ بزن. علی، هر قدر طول میدی همون قدر وسوسه و ترس وجودت زیاد میشه. دیگه هیچ کدام فایده ای نداره زندگی. حالا علی لطفاً، حالا تو میتونی کار کنی. زود باید زنگ بزن. پیلوت اینجا بخوای. میخوایم، اما اینجا نه، در یک جای دیگه. حالا علی، حالا بفرما استاد علی. استاد. پیلوت؟ بله استاد. استاد. چرا گپ زدن نمیتونم سیودا؟ چرا از تلاشگاه محکم شدن نمیتونم؟ دوری دقیقی چندین ساله در دل جمع شده علی. حالا دیگه تو میتونی. جواب بده. پیلوت؟ استاد. حتما آنتن گم کرد. چی شده؟ خیریت باشه. پیلوت، میخوایم درباره یک چیز مهم کدت گپ بزنم. استاد خیریت باشه، مرا نترسان. کدام گپ شده؟ بسیار مهم است، اما اگر رو در رو گپ بزنیم بهتر خود بود. خب سعیست، پس چی کنیم؟ به دکانت بیم یا به خانت؟ کجا بیم؟ نه به هیچ کدامش نمیام. با جایی که موقعیتش روان میکنم بیا. بچه‌شم. توبه چی گپ شده باشه؟ صحیح شد. بله. چی کردی؟ قسمی که میخواستی دیگه بدهد. علی و هروغلو رو تعقیب دارم. خوب است. آهوش کنی گمش نکنی تا وقت ما میایم کاملا متوجهش باشی. بدهد موضوع چی است؟ نمیخوایی بگویی؟ قاتل پدرم علی هروغلو بود اکرم. دیگه مطمئن هستم. آدمی که پدرم کشته بود بالاخره پیداش کردم و قسم را که خوردیم باید با جای بیارمش. آقا کرد. اکرم زنگ زد. ودت از علی خبر شده. با کشتنش میره. چطور امکان داره؟ اویگار حالا چی کنه؟ علی کسی که دیشب اینجا آمده بود علی بود. درباره بیادر خود فهمیده.
اویگار وضعیت از چی قرار است؟ پلانت یکی عملی میشه. خوبش. ودت از علی خبر شد. علیام ایره فهمید کسی که مشکلات برا منداخت آقا کورت است. آقا کورت با وعدش عمل نکرد. اگر مرا از علی نجات میداد حال من در این وضعیت نمی بودم. بدیلی ایره باید بپردازه. علی وقتی از خیانت آقا کورت خبر شود باز او را خواهد کشت. ودت علی را دقیقا لحظه که بیادرها به هم میرسن جنگ جهانی باید شروع شود. سارب کل جای پر از گرد و خاک خواهد شد و وقتی که اونا از پای ماندن کسی که میمانه او فقط اویگار ساریکایا خواهد بود. اینجا چیه پس؟ چی جریان داره؟ استاد چرا مرا اینجا خواستن؟ سلیمان ایستاد شو.
چرا فرار کردی؟ ما دیگه نمیخوایم اینجا باشم بیادر. هر از بریم با خانه خودمون چی میشه بیادر جان بریم؟ ما دیگه خانه نداریم سلیمان. به خاطر که مادر و پدر نداریم خانه نداریم. چرا مردن بیادر؟ اونا چرا تنها ماندن؟ حالا که پدر و مادر نیست پس ما کجا بریم؟ من زیاد میترسم بیادر، بسیار زیاد. نترس بیادر تیجاز، من هیچ هستم. شاید پدر و مادرم رفته باشن، اما ما و تو هیچ وقت جدا نمیشیم. استاد علی، چرا مرا اینجا خواستی؟ چی شده؟ همینجاست؟ بله همینجاست. در اینجا پشت چی میکرده؟ به هر صورت بدون از اینکه کسی بفهمد اینجا با آرامی از بین میبرمش. بدت پیلوت هم اینجاست. گفتی پیلوت؟ ما برای تو میگم استاد علی، گوشایت گلمه خوردنی که نمیشنوی. بیبی اینجا جایی است که ما و بیادرم اینجا بودیم، فهمیدی؟ تو چطور در اینجا آمدی ها؟ چرا مرا اینجا خواستی؟ چی گپ است برام بگو، زود باش. پیلوت های ببین، به لحاظ خدا یک چیز بگو استاد علی. سلیمان چطور ها؟ من زیاد پشت تو گشتم به خاطر پیدا کردن زیاد تلاش کردم. از یتیم خانه، از روزه که فرار کردی تا حاله، از پالیدن تو هیچ وقت منصرف نشدیم پیلوت. تو چی میگه استاد ها؟ تو چی گفته میری؟ ای که تو کجا هستی؟ در چی حالت هستی؟ برای یک لحظه از فکرم دور نشده. نه دیگه این حقیقت نداره. نه امکان نداره.
میفهمم. به تو وعده داده بودم، گفته بودم هیچ وقت جدا نمیشیم. همیشه باور داشتم که تو را یک روزه پیدا میکنم پیلوت. همیشه باور داشتم. حاله بالاخره زنده و سلامت در پیش رویم هستی. من تو را پیدا کردم. بیادره پیدا کردم. تو چی گپ زده میری ها؟ تو درباره چی گپ میزنی استاد؟ تو قصد داری چی کنی ها؟ هدفت چی است؟ ببین به تو زیاد احترام دارم، از او خاطر نمیتونی همراه ما بازی کنی. با ما بازی نکو علی. مادرم همیشه به ما چی قصه میکرد؟ مادرم با ما قصه چی نکرده بود؟ همون دیگه قصه دو بیادرانه. خب بشنو، این قصه را بر ما گفته بود که دو بیادرها همدیگر را زیاد دوست داشتن. این دو بیادرها وقتی در جنگل ساتیری میکردن هیچ متوجه نشدن که وقت چه قسم گذشت. هوا تاریک شد. گرگا شروع کردن به صدا کشیدن. بیادرها از ترس زیاد همدیگر بغل گرفتن. همدیگر بغل گرفتن. رای خانه شانه با هم یک جای پالیدن. اما بعدش شروع به جنگ کردن میگفتن گناهی تو است، گناهی تو است. از هم دیگه جدا شد. در بین جنگل تاریک در دو جای مختلف تک و تنها هر دویشان ترسیده مانده بودن. بعدش مادرشان پیدا کردن و مادرشان گفت که یک بیادر امانت دیگه بیادر است. هوش کنی، به امانت خیانت نکنی. هرچی میشه شوه، از بیادری تان هیچ وقت روی نگردانیم. بیادر
Ha 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 ha!